خود کمتوزی رو نمیدونم. کمتوزی کجا خودش. سلام، من نیما ناظری هستم و این چنل منه. به چنل من خوش اومدید. آره. ساعت 1:29 صبح 38,404 و از اون فکرهای 12 شبی بزنم زد. از اون فکرهایی که نمیتونه ولش کنه میزنه سرت. کمتوزی تا الان ریکورد نکردم، یه سری علام عجب غریب داره. خیلی عجب غریبه. در فکر کنم این رو تصویر میفته. بار اول دارم میکنیم هم بشتیم و از این فکر 12 شبی زد به سرم و گفتم که نیما تو که میخوای داستانهای کوتاه بذارم، خب چه کاری کن؟ یه بار همه داستانهای کوتاهی که میخوای بذاری و یه جا داخل یه مجموعه بذار، یه بار تکی تکی منتشرشون کن. کسی خواست بر اون داستان کوتاه نگاه کنه، کسی خواست بر اون مجموعه داستان کوتاه نگاه کنه و اینجوری هم فروشش بیشتره، هم کتابا یکم تعدادش بیشتر میشه، هم یکم ویرایش ایناش تجربه من بیشتر میشه، کار من راحت‌تر میشه. داستان رو دادم. داستان بالاتر هست از اینجا شروع میشه دوباره ویدیو، به خاطر اینکه قبلش داستان من لازم نشون داده بودم کم شو واسکرول و یه همچین جور عکس من دادم. مثلا عکس نرمتری میخوام مثلا بعضیشه. حالا عکسی که کوپایلوت دادم بعدم نشون میدم نوشته باشه. اگر دانلود نکرد از مید جرنی هم میشه استفاده کرد. گراک هست، کوپایلوت هست. چی بگم کارتونی تر باشه مثلا. خیلی چیه بیخیاله کارتون نیمال باشه اصلا فاجعه است. بعد از خوندن داستان باید در آب کلا تر را عوض کن. تو اثر فاخر من یه بار تست کردم، فوش دادم بهش، خیلی از نتایج بهتری داد. فکر کنم با تو اینا فوش بشه. اون موقع با فوش خیلی نتیجه بهتری گرفتم. خیلی بده که دوستان ببینم واقعا این نتیجه میده. هدر عوض شد. انتظاری سمبولیک میخوام. نه اگه میشه داستان من لو نده که صحبت میخوای عنوان کتاب روش باشه کان بدون متن همینجوری تک تک داره لو میده. پستره قدیمی بشه مینیمال مدرن. چیکار کرده؟ او بهتر شد. اینجا تصویر خوبی دارم، فقط عکس دارم. خیلی تصویر قشنگه. ببینم دیده میشه تصویری که خودش داده. متن داره خیلی سرش چیزا داره، متن داره. تصویری که دادم این هم هست. اگه اون تصویر دیده میشه خوبه، وگرنه که لوگین کنم خوشم نمیاد. همون اولی ها رو بدون نوشته بزنه چه غلطی میکنم. باعث داره دیپسیک اصلا چی دارم میکنم. من نسبت رو تغییر نکنم بالتر شد. چه سبک هایی میتونی بدی؟ ویدیو من اینجوری افتاد. برو گوتی خیلی دوست دارم.
Gotik aşırı gotik ya. نه hiç benden gotik نیست. چون دوست داشتم gotik dedim. شوش در نه. دارم ویدیو میگردم یوتیوب خیلی سرم. gotik ویکتوری سایبرپانک نه اون مینیمال لعنت دهنم صاف کرده این امروز انقدر سر صدا دارم. کاروان سر از اینجا آبرون داره. از ببینم مینیمال تر و شیک تر و وهمدارتر و هزار تا بعد دیگه. نه خیلی بزرگه. حالا سبکای متوجه میفهمم. پسترهای ژاپنی وحشت هم بود بذارم مثلا ببینم چه سبکیه. خیلی سرش هر دفعه خودش اسکرول می‌کنه پایین. پسترهای ژاپنی وحشت. دوست دارم این چیه. کردیت هم داره مثل برعکس این آنلیمیت باشه. اینجوری بریم مجبوریم بریم میدجرنی نمیدونم چند تا توکن بده اصلا. چجوری با میدجرنی خیلی کار نکردم. بعدی کوپایلوت اینه که طول میکشه. بگم فقط خوبه باید داستان تعریف نگرده فقط رو چراغ قوه تمرکز کن. ژاپنیش بالا تر ژاپنیش دوست داشتم. هفته روز و انگیز خیلی واقع گرایانه نباشه. ده خوبه این خوبه این سبک خوبه. بذار ببینم میتونم مثل این میکنمش. این سبک خوبه. نوشته رو حذف کن و چشم و حالت و وجود نمیشه وحشت را بیشتر کن. با اون بعد نوشته خیلی بعضی وقتا طول میشه. ریسکار یکم خاص تر باشه نه انقدر مینیمال. سلامتی هم میریزم جل کتابه به این نمیشه فوش داد. کوپایلوت و جی پی تی یکمی مؤدب ترم باید خیلی ریز بهشون بگی گراکو با چکلگت باش رفتار کن. خیلیه من با گراک با چکلگت رفتار میکنم. دیپسیک هم بینا شروع میکنم فوش نحوه دستور این فرق داره کامنده مثلا مثلا کامنده کوپایلوت خیلی آروم مؤدبانه اشاره کن ریز تک بگو باید خیلی باش کنار بیای. خیلی سوسولیه. داره میرسه به چیزیه خوبه همین. نه الان بگه همین ادامه بده نمیشه. متمرکز تر کن بگم همین ادامه بده همینو میاره یه شکل دیگه داره. هیچ تغییر نمیده.
هیچ تغییر نمیده. نوشته رو حذف کن همینطوری دور ادامه بده. بذار این تصویر رو توصیف کنم برای این. در غیر مثال مجبورم نرم افزار حذف نوشته استفاده کنم، یه کمی خراب میکنم بعضیشون. خیلی سرت گفتم نوشته رو حذف کن، همینطور ادامه بده. تفاوت میمونه. تغییرش بده. بیا کوپایلت قبلا خیلی خوب بود. کوپایلت آپدیت جدیدش فاجعه شده، مثلا یه چیز ترسناکه با کردم باش خیلی مسخره است. این میگه یه رفرش میشه. خیلی زویی هست همینجور. خب بین این همه کلمه من باید اینو پیدا کنم، مثلا برای یه تغییر ایجاد کنم داخل نگم الان ببین چقدر تغییر کرد، چقدر کیفیت رفت بوده. خیلی خوب، بهتر شد. الان مثلا یکی خیلی باله. دیگه مجبورم قدرت رو ببرم بالا. همینجوری میخوام فشار رو بیشتر کنم. اینو قبلا خیلی بیشتر میکردم جواب میداد، الان دیگه کم در شدم. چی بود؟ این یکی از اون یکی باز بهتره مثلا و کسخل و چشم ها و حس وحشت. الان همین و لطفا گوش کن. باز شروع کرد. خیلی شلوغ، تمرکز چیزهای کمتری بشه و کوپایلت هنوز دوم تصویرش نه. این تصویرش واقع گرایانه تره برای جلد کتاب جذاب باشه. نامیدم میکنم، نمیخوام برم مثلا مید جرنم. اگه مثلا در حد خوبی بده نمیرم سمت مید جرنم، چون فکر کنم تیکت دارم. مید جرنم فکر کنم خیلی خفنم. کلن یه شکل دیگه میخوام این پرامپت بدم. بالای نیمه بالایی عکس یک جفت چشم وحشت زده و زیر آن در تاریکی مردی با چراغ قوه در جنگل ایستاده در حال قدم زدن. دادادم ببینیم چی برام میپزن. میگنیم بعد میگنیم دیسکورد منم مشکل دارم. لعنت.
برای جلد باشه خیلی واقعیه. مرد هم پشتش به ماست. مرد خورشید پشتش به ماست. این بهتره، این بهتره، این خیلی بده نسبت به این. آره اینجوری باشه تصویر رو مجبورم که اینجوری کنم. یه دونه یه استوب میزنیم، یه بار دیگه پرامپت میدم، یه صفحه دیگه از اول باز کنم ببینیم چی میشه. داره الان میخونم میگیرم. خیلی میشه رنگ ترن شده. او الان باید متن بذارم. خب اینم عوض شد دیگه، یعنی حافظش یه جوری پاک شد. خیلی سرش الان مثلا نتایج بهتری باشه داره میدم. بدون عدد باشه. چی بنویسم؟ سبک پوستر ژاپنی خوشم اومد واقعا. ژاپنی. تمرکز روی چشم وحشت زده و مرد که در جنگل پشتش ماست، مثل خورشید ماست و یک چراغ قوه در تاریکی در دست دارد. بعد وقت دستش لود نمیشه رو برام چک کنم. موارد را ترکیب کن. چشم وحشت زده هم نیمه بالایی تصویر باشد. و ما همچنان در اندرخم یک هلو این مرورگری که دارم استفاده میکنم مرورگر کامت ای آی بیس و خودش میتونه اصلا میتونه عمل کنه، خودش میتونه کلیک کنه، یه کار خیلی خفنی میتونه بکنه. چه کنم؟ اوپن ای هم برای پرپلکسیتی اوپن ای هم داره یه مرورگر به نام اطلس تو همین ایده میده. جرنی سایتشو نمیتونم ثبت نام کنم، راه دیگه داره دسترسی نوشتم. سرم با دسترسی نوشتم. قبلا میتونستم بدونم، فکر کنم آمریکا باشه بزنم جرنی برم. کور خوندم فهمیدم بدون کور خوندم. کجاییم اینجا؟ بدون ما بساز. دیسکورد ندارم.
دریم استودیو تست نکردم، نیست جدیدم. خب نگاه میکنم اگه لازم شد بکنم بزرگترش میکنم ویدیو رو، مثلا چی میشه. اون نمیشه، این تصویر نمیشه. تصویرشون طوری هست که مثلا بشه پاک کرد. میارم ببینم چی میشه. فعلا استوب میزنیم. خب مجموع تصاویر نهایی تا الان اینا شدن. یکی اینا خیلی ساده و کم رنگه. مثلا نورش اگه مثلا عوض کنم و نوشته باشم مثلا با برنامه نوشته شاید براش میشه، با سایت میتونم برم بردارم. این خوبه ماهیشو فقط وای خدای ما اینه، این ماه اینه، ماه دیگه احتمالا. بالا من این دوست دارم از اوه موشه داخل سر بدون من بالا. ولی خب این تصویر بیس خوب نیست، مثل رنگش عوض کنم من چی در میاد از این. کمی این باش بازی کنم. خیلی خفنم. کاش که میدونستم چند این تصویرم. وای خیلی خفنم. دیت مولتیپلاید فکر کنم آخرین تصویرش باشه بس. شاید آره آخرین تصویرشم. رو همین تصویر کار کن. خیلی بالا، خیلی عکس خفن خوب بس. من خوشم اومد. بذار اینو دانلود کنم بریزم بیارم تا این عکس دیگه بدارم. اینم واژه اصلی بنویسم. خیلی بیشتر روی چشم وحشت زده و چشم های وحشت زده و مرد با چراغ قوه مانور بده. رنگ ها هم تیره تر بشه. همسه بهتر کرده. اینجوری مثل که جواب نمیده. حتی کامنت اصلی گروه که جواب نمیده. دیگه بهش بدم نکن داخل این باید خیلی دقیق جواب بده. حالا تو گرک فرق داره. تو گرک من تست کردم تجربه میگم فوش بدین. بزنم اینو فکر کنم پرپلکسیتی هم عکس میسازم. بذار تست کنم. یه اتفاق خیلی خفن بر اولین بار متوجه میشم پرپلکسیتی هم تصویر میسازم. کامنت در حال ساخت تصویر شد و هیچ ایده ای ندارم تصویر قراره چی در بیاد. این چیه؟ چه ارتباطی داره؟ مربوط به نوشتن بساز. چی بوده این؟ بدون کلمه پیروش. قبر و سنگ قبر از کجا بردی؟ فانوس کجا بود؟
چراغه چراغ قوه بود. خدا اینا چیه؟ فیلم تخیلیه مگه؟ بیخیال از پرپلکس تو خوب نیست دیگه. یه بار بیا خیر سرمون طراح داره، مثلا این طراح هم اونو اومده کرد این. آفرین بابت ازش متنم نخواهیم تصویر، همینجور چرت و پرت نمیزم. فارسی نمیفهمم، عربی بهتر میفهمم. باز هم در حال ساخت تصویر. اگه حرص غذا بود و من میخوردم احتمالاً 100 کیلو بیشتر وزن داشتم. بی خیالا. ژاپن از آدم هم فقط نیمه بالایی تصویر چشم میخوام، چپ و راست جنگل و روی زمین وسط پایین چراغ که افتاده جلو بش. رزگاه من چیکار کنم؟ چی از فکر کنه چینی هم نوشته اون یکی از طرف چه کینه اون اصلا شبیه تید و انی داخل دفتر انگلیسی مونم. اون یکی شخصیت فیلم هست نابود کردی بابا. تصویر فقط زندگی اصلا نمیدونم چی شد اصلا. ما به این عجل افتادیم یه از صبح برم نفس بکنم. اتفاقاتی افتاد افت کردم من نمیدونم همون تصویرها رو بگیرم یک کارش کنم دیگه اصلا فقط رو همونا که گفتم تمرکز کن و گرافیکی کن، نه واقع گرایانه. الان مناسب کتاب ژانر وحشت کنش. اصلا از کوپالت نامه شدم با این تصمیم چی یا به بعد خودش درس کافی چیه. چراغ پیس مسابقه بودش نه یه کتاب کامل عوض کن، تعداد رو کم کن و تمرکز رو ببر بالا. دیگه آخرین تلاشم من یه چیز خوب آنه یه کامنت خوب بدم. کتاب کجا بود؟ من کجا کتاب بود؟
گرافیک کتاب رو نوشتم، این کتاب رو بردم. خیلی خوبه. تاریکی نورش یه تخت سنگ نشون هست. خیلی بده انقدر اسپویل میکنی. هیچ عددی نوشته نشده. ماه نداره. جنگل تاریکه و چراغ قوه رو زمین وسط تصویر پایین. خوبه. زمان بیشتر ده سنگ دور گرافیکی کنش. انتقالم بدم خیالم راحت کنم. وای احساس میکنم الان به چیزی که میخوام میرسم. این شبیه اون ایده‌ای که من دارم. اینو قشنگ فکر کنم داریم نزدیک میشیم. خب تخت سنگ صاف روبروی چراغ قوه هست که مستقیمه و چپ و راست تصویر جنگل نیمه بالایی هم دو چشم وحشت زده. برای خودم بفرستم. نامی شده همین یکی دو بار شد بتونه یه تصویر خوب ازش بگیره با 1000 تا پرامپتی که میده. مثلا الان من کار کن جنگل خیلی بیشتر باشه. چشم های یه زن نه مرد ترسیده رو کن. کتاب وحشت تصویر گرافیکی. چقدر یخه. من بود این سایتی که من استفاده میکردم یه سایت استفاده میکردم بدونم که نتیجه از چیز نگرفتیم. خب مسحکمون رو میکنم. این باشه استفاده میکردم عکس رو حذف میکرد. شک دارم این باشه. شاید هم بشم. یه ایمیجین تنسر استفاده میکردم خیلی خفن بود برای افزایش کیفیت تصویر. ایمیج مثلا چی هم دارم قشنگ بالا خیلی چی دارم چک کنم. قبلا انقدر خفن نبود الان خیلی بهتر شد. خیلی حذف کرد. بذار بزنیم کنار اون تصویر. خب کیفیتش آورده پایین مهم نیست. کیفیتش با ایمیج این ترانسفر میارم بالا.
نتیجه معامله خیلی چیزا رو فکرم حذف کرده. نه خب کیفیتش درست میکنم. نه تو هم عکس رو بهتر از اون یکم درست کنم. خوبه. کیفیتش یه حرکتی میزنم که میبینین چنسر اینه. یه اتفاقی قرار در ایمیج ببینید، اون تصویر چه اتفاقی قرار برش بیفته پشمتون میریزه. چقدر یه اپ میتونه تغییر بکنه. قبلا اینجوری نبود. من حس میکردم اپهای مشابه اصلا در این حدود نبودن، ولی این سایت خیلی خفنه. اصلا یه چیز آب نورماله، اصلا طبیعی نیست. اصلا طبیعی نیست. اصلا طبیعی نیست. تصویری که میده ابدا طبیعی نیست. من جلد اثر فاخرم با همین بردم بالا کیفیتشو. لوگوی پس زمینه هم یه لوگوی کوچیک بود، الان انقدره بوم بردم بالا. لوگوی پس زمینه خیلی بد بود، با این کیفیتش بردم بالا. همین سایت خیلی 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 خوبه. خیلی بگم کم بکنم. قبلا از اینجور چیزا استفاده میکردم کیفیتشون خوب نبود. 20 سنت بالاخره بلکم الان مثلا دیسکورد رو درست کنم لازم داداش. من دیسکورد بلد نتونست درست کنم. تفاوت بذار 16 کیشم بیارم. افتر کن این قسمت ها رو نگم و بذار کم زوم هم کنم. یک کمی هم زوم نکردم. زوم اینجا دستی میتونه کنم پایین اندازه بار داره. خیلی سرش بقیه زوم میشه، اون زوم نمیشه. من اون شب که نگفتم تو برم چه خالی چه این نیست. این نیست. خب شدم همین شد. آره باز خیلی بهتر شده اصلا. خب دیگه اسمش ولی نام چون مثل تا قبلا یکم تصویرش یه جوریه. تصویری که داد یه جوری اصلا نگار شد و میشه کم بسازم. امیدوارم که بشه. خب اوه 7 بهتر شده. این دو کیش بیا چی بداریم 16 کیش اینا. اوه کنتراست اینا رو باید داخل یکم این فتوشاپ میخواد. شاید بتونم مثل چیزا رو بهتر کنم. الان پس ادامه شو احتمال فردا میزنیم. نتیجه این شد. فکر کنم بهترین تصویر بشن نسبت به اونو کردیم. این 974 کیلو بدیم. فقط
این دور و بر مرده رو نکن با اینو. خیلی بهتر شده بر تصویر، خیلی خوبه. یکم خود تصویر یه جوریه که اصلا نمیده به اون تصویر اون جزئیات نداره، ولی اینو با این اصلا قابل قیاس میشه کرد. تنه درختو بیخیال اون جوکه برو جانا چشو فکر نمی‌کنم چشش اینه، این چشو کرده اینجاش، این 16 این معمولش. خیلی خوبه اصلا، یه چیز خیلی آسیه. خب این بود ویدیو امشب. بقیهش رو فردا میگیریم احتمالا. شاید با فوتوشاپ دست بزنم چک میکنم. خیلی فوتوشاپ بلد نیستم، بیشتر ادوب ایلاستراتور بلدم. استریتر فوتوشاپ نیستم. بذار لحظه عکس رو نها کنم. عکس متاسفانه قبلا نشون میداد. آها عکس رو نشون میداد. کجا اینا این بود، اینا خوبه. اینا یه کمی محو شدن اصلا، تقصیر همون ریموو هست. یه کمی اون گوشه رو محو میکنن. باز خوب عمل کرد. این یکی تراپ بنویسمش، شاید این بشه اصلا. نگاه میکنم اینم خوبه، تصویر بدی نیست. این خوب نیست، خیلی واقع گرایی نیست. این که خیلی کارتونی ها قشنگ بال شلوغه. نمیدونم، شاید هم یه نظرسنجی بذارم باش، حالا هر چند نفری که هستند نظرسنجی کنن اینجا که کدوم عکس بشن. از اونجایی که پایان ویدیو احتمالا نخواهد بود، پس خود بزنم کنم. خیلی هم طولانی شد.